گذاشتن این کاروان عروسی رو تا نزدیکای خونه. دیدن بنین برگشت گفت کافیه دیگه، اگه ادامه بدید فکر میکنن خانوم مجلله یا بردن برای این خونه که خانومی بکنه. من قرار کنیز بچه های فاطمه باشم دیگه، بس محبت کردید، این خونه احترام داره. میگه این اولین جایی بود که زینب جلو اومد. خدا خیرت بده البنین، حرف از احترام این خونه زدیم، چقدر دل ما رو شاد کردی. آخه احترام این خونه رو نگه نداشتن مردم. پس اگه هنوز گریه برا مادرتون دارید من برم و بعد یکم پیش این خونه رو آتیش زدم. یکم پیش یه مادر بین در و دیوار هی صدا میزد علی سوختم.